سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خوش اومدید. اسم من میناست و امشب اومدم با سری جدید بفرمایید شام که یکی از منفورترینای تاریخ بفرمایید شام شناخته شدن ایشون و تونستن که یه تنه نفرت یه ملت رو به دوش بکشه و متحمل شه. بریم نگاه کنیم. دوست دارید یا نه؟ بچه امروز می‌خواستم یه جور دیگه یعنی ریاکشن یه جور دیگه باشه برای سلام و احوال پرسی. می‌خواستم اینجوری کنم. سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید با یه بفرمایید شام دیگه با مینا. یکم به شخصیتم نمیخوره، نه یه جوری میشه. قبول دارم، ولش کن. خب یه چیز دیگه بچه، می‌خواستم یه حرفی بزنم در مورد اینکه چرا یه چیزی راستی 90 نفر سابم کردن. خیلی خوشحالم. مرسی از اونایی که سابم کردن و چکر ناکر پاکر ناکر دمتون گرم بچه، دمتون گرم. 90 نفر سابم کردن و خیلی خوشحالم. مرسی. بریم سراغ بفرمایید چم. بریم بفرمایید شام. شما بفرمایید شام. هر هفته 4 شرکت کننده که تا به حال همدیگر رو ندیدن برای هم شام میپزند و به هم امتیاز میدن. هم خنده هم دعوا. گهگاهی خرابکاری هم داره، اینم بگم ها. و در شب آخرین مسابقه برنده صاحب 1000 پوند پول نقد میشه. منیو بسیار ناامید کننده است. نمره نداره. درود فراوان خانم ها آقایان، حالتون چطور؟ ما برگشتیم. بچه دیگه از آهنگای بفرمایید شما میترسن، کپی رایت میزنه. ایشون اهل تهران هستن ولی کرج بزرگ شدن. مادر هستن و در انتظار به دنیا اومدن فرزند دومشون که هر لحظه خانم نکن تو رو خدا، من دلم میریزه. هر لحظه ممکنه دنیا بیاد. خودم آدم شوخی هستم. خانم نکن که خیلی کسی که اذیت بشه، ولی احساس میکنم کسی با حرفش با شوخی داره اذیتم میکنه، راحت نیستم باهاش، یعنی اذیتم میکنه واقعا. دوست ندارم که یه کسی باشه که خب معمولا آدمای حسود طبیعیه که آدما رو اذیت میکنه. نداریم ما صحبت کردن باهاشون. کسی که خودشو بگیره دوست ندارم اصلا، چون خودم چه شخصیتی نیستم. کسی که خودشو بگیره توی جمعی باشه 100% من خودمو میگیرم اصلا. ایشون سمیر خانم به خودشون از 10 7 میدادن. این آقام علیرضا خان هستن 39 ساله. ایشون عاشق ورزش کردن 90 نفر سابم کردن، بعد خودمو بگیرم. ازدواج کردن، در انتظار دنیا اومدن فرزندشون هستن، نخستین فرزند. بندر انزلی دنیا اومده ولی بندر عباس بزرگ شده. فرق ببین کجا تا کجاست. بعد 39 اصلا آشپزی هیچ تعطیل، به خودش 2 میده از 10. پرسیدم ما که دارم میگم فکر نکنید از خودم میگم، گفتم چند میدی؟ گفت 2. رو راست گفت. من اصلا آشپز خوبی نیستم، اما اگه بخوام آشپزی کنم تمام تلاش خودمو میکنم که شاید هم نتیجه کار خوب در نیاد، اما من 100% تلاشمو با بهترین دقت انجام میدم. به به، اصلا درستش همینه. الان داریم کول کار میکنیم. کول و پشت بازو میتونه. حالا یه جا هست دیگه بالاخره که داره میزنه دیگه. آدمایی که خیلی دوست دارن تمسخر کنن و یک آدمایی که خیلی احساس میکنن که رک هستن اما در واقع رک نیستن و یه حالت بی‌ادبی انجام میدن. من خیلی دوست ندارم با اینجور آدما خیلی در ارتباط باشم. بچه راست میگه، یه سری آدما هستن مثلا طرف میاد تو صورتت حرفشو میزنه، خب هرچی دلش میخواد میگه، بعد میگه ببخشید من یکم رکم. مثلا برمیگرده میگه ببخشید میتونم باد رک باشم؟ بگو آره. نظر میده به هر چی که مثلا فکر کن وسیله خریدی، وسیله خونه، میاد نظر میده. وای این سلیقه چقدر بده، ها ببخشید رکم. و به قول معروف خیلی تاییدشون نمی‌کنم. خدا رو شکر ما رو نمیگه، برای تو برنامه شرکت نمیکرد. ایشون آقا مجید هستن، 65 ساله، بازنشسته هستن. قبلا مغازه عتیق فروشی و آنتیکو این صحبت‌ها داشتن. 28 سال مجرد بچه 10 سال پیش از اون اسپانیا زندگی میکردن. یه سری کارهای دیگه هم کردن که براتون توضیح میدم. حالا من تمام عمرمو کار کردم. آخه تمام عمرمو کار کردم و درس خوندم. درسم خوندم، به اصطلاح درس زیاد خوندم، ولی کارم میکردم ضمن
کار کردن، شبا درس میخوندم به و 9 سالم هست که مجردم. بله. در ادامه توضیحاتم جان. هپی لایف. به به. خیلی زمان خوبی دارم. خوشحالی. در ادامه توضیحاتم بگم آقا مجیدمون در اصل جدا شدن از همسرشون دوبار، از تهران هستن. آشپزی که من میکنم، من تا حالا یه چیزی رو بگم خیلی تعجب میکنه، هر چی تا حالا پختم خودم تست نکردم ولی همیشه خوب در اومده. مزه‌شو نچشیده مثلا دیگه برای حتما یه طوری دیگه. آقا مجید به خودشون از 10 9 میدن، اینو میخواستم بگم نشد. بریم سراغ فیروزه خانم، شرکت کننده چهارمون. ایشون 41 سال سن دارن، ازدواج کردن، فرزند دارن، از تهران هستن، خیابون گرگان گفتن خودشون. یه سالی هست انگلیس زندگی میکنن، اما پیش از اون 10 سال ایتالیا زندگی میکنن که تازگی اومدن انگلیس. به خودشون از 10 8 میدن فیروزه خانم. الان بچه‌ها رو داره تو ماشین جاساز میکنه که حرکت کنن برن خرید، فکر کنم یا گردش یا تفریحات ساله. بالاخره بچه‌ها رو میخواد خونه ببره بیرون یه هوایی بخورن. آفرین. من 10 سال ایتالیا زندگی کردم. بچه‌ها اونجا به دنیا اومدن. آشپزی رو همونجا در واقع یاد گرفتم. و الان 1 ساله که اومدیم لندن. به سلامتی. و خودم به خودم عدد 8 رو میدم. تو آشپزی ایتالیایی. ولی ایرانی هیچ تجربه‌ای ندارم. از نظر مثبت اگر بگیریم که خب دوست دارم رقابت کنم با بقیه همگروهیام و اگر بشه پیروز بشم توی این مسابقه انشالله. چایی هم که ما هیچی. دوستان بریم چرخی تو خونه آقا مجید بزنیم ببینیم کلا چه خبر. عتیق فروشه. اینجا بشینم که بله بفرمایید. بده مجید. این شاه و رضا شاه زمانی که من در 15 سال مغازه داشتم در فرینچیلی رود، آقای اینو آورد گفت من بسیار زحمت کشیدم، سالیان دراز قالبش گرفتم، اندازه های دقیق رو گرفتم. اینا اندازه های واقعی بدن شاه و رضا شاهه، یعنی انقدر بودن؟ بسیار مخارج زیادی برای من برداشته، ولی الان به پول نیاز دارم، میخوام این دوتا رو بفروشم. من خریدم و چون مشتری براش داشتم بلا فاصله دادم قالب گرفتم. این شاه و رضا شاه اندازه واقعی شما اون قالب‌های دیگر رو یا مجسمه‌های دیگر رو نگاه کنید به این دقت درست نشده. سایزهای واقعی، بدن واقعی با تحقیقات بسیار زیاد. سنگین هم هست، هر کدوم 40-50 کیلو. خب به چه درد می‌خوره؟ وزنش هم واقعیه مثل که اینجور که شما داری میگی. من خیلی خوشحالم که اینا رو دارم. من اصولاً به خانواده سلطنتی ارادت دارم. مردم خودشون میدونن که چقدر اینا برای ایران زحمت کشیدن. به هر حال عشق من هست. شاه رضا شاه. به به. رضا خان که خدا بیامرزتش، روحش شاد. به به. کمر به همت آبادانی بسته بود. کجا حال آقا مجید بودی بقیه‌شو میگفتی؟ نه بلبل باست. بلبول. لعنت بهت. صدا سیفون هم میده بلبلتون؟ چی بود؟ دوستان پیش خوراکمون کوکتل میگو با سالاد اولویه است. چه ربطی به هم نداره. من بالا فکر کردم یه اولویه خوب اول درست بکنم، سکس خالص آقا مجید. لباس پوشیدن میگو یعنی پراون کوکتل و این پراون کوکتل رو جوری هم درست بکنم که اگه کسی غذای دریایی دوست نداشته باشه بتونه سالادشو بخوره و اولویه هم بخوره. میگوها رو عکسشو میذاری؟ کاری نکردم که ایراد پیش بیاد. کوکتل میگو رو من دیدم روش‌های مختلفی سرو میکنن، امیدوارم که میگوش پخته باشه، چون من دیدم بعضیا کوکتل میگو رو با میگوی خام درست میکنن. سالاد اولویه هم خیلی دوست دارم. باید ترکیب خوبی باشه. خیلی سخت نیستم، حتی اگه کوکتلش هم میگوش هم پخته نشده باشه میخورم. مثل که این کار استرسش هم زیاده. اینجوری که بوش میاد من همش چند روز تو فکرم. خب چه نکو چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، در صورتی که من مهمون 20 نفر 30 نفرم تو خونم راه انداختم.
ولی این فرق میکنه. فرق بکنه. خرج دادی تا حالا آقا مجید؟ هیئتی حسینی وار که آدمای بهانه‌گیری نباشن، خوب باشن. یک دونه شامپاین مانندم بزرگ، من مانندش چیه؟ باید اینو بازش کنم. این شامپاین مانندش از این حرفا بود که فکر کنم توش چیز این ظرف خوشگل به قول تتلو میگه ظرف خوشگل توش چیز پر کردن، شراب ازش بخوریم. اونم گذاشتم توی یخچال و دیگه ویسکی هم داریم. به به. تکیلا هم داریم. چه خبره؟ عرق روسی هم داریم. میخوای آتیشمون بزنی؟ عرق سگی داریم. بس آقا. شراب هم داریم. کوکاکولا هم داریم. آب خوردن هم داریم. خب خوب شد، بهتر شد. یکم رقیق میکنه. آقا مجید سوخت هواپیما تو دستمالت نیست؟ هواپیما چیه؟ دوست دارم توش نخود فرنگی نباشه، نخود فرنگی سبز. دوست نداریم. فرنگی توش نباشه. ولی اگه باشه میخورم. من 37 سال من اینجا هستم. من شخصاً هر هفته ملکه انگلیس و دولت انگلیس رو دعا میکنم. چرا؟ که در تاپترین و بالاترین باشن. چرا؟ پرسیدم البته ایرونی‌ها رو هم دعا میکنم که زندگیشون خوب باشه، ولی من دعا میکنم برای این مملکت که این مملکت واقعا به دنیا کمک میکنه. چجوری؟ چریتی، این پولایی که میفرستن برای آب، غذا، همین توی این مملکت ما میبینیم چقدر به مردمش میرسن، از لحاظ پول، از لحاظ مسکن. خدا نگرشون داره و خدا عمرشون بده واقعا که به ملتشون میرسن. به هر حال رفتیم سر قضیه. 37 سال. من چند سالمه؟ 33 سال. حالا این بستگی داره، از 27 شروع میشه تا 33. پریروزا میگفتم اگه با یه دختر 18 سالش شروع کنم صحبت کردن میشم 27 ساله. نه بابا. اگر با بالاتر صحبت کنم 33 سال. این از اون پیرمردای پرحاشیه است، حواستون باشه. برای کسای اینا رو اینو برای کسایی معرفی میکنم که به من هیت میدن. این شوهر شماست. آره اینم مال سن خودمه. 9 سالم هست که مجردم. 2 سالم هست به شدت میگردم یه نفر به شدت داره میگرده. خیلی اونی که میخواستم گیرم نیومده. خدا به دادت برسه. اون که به من هیت میده هیچی دیگه این شوهرمونه. به هر حال خودت میدونی. بفرمایید شما. بفرمایید شما. مرسی. ما اون چیزایی هم که نپرسیده بودیم شما گفتی. میگو دوست دارم. من کلا غذای دریایی دوست دارم. سادولوی هم که خب مشخصه دیگه. دوست دارید؟ خودم هم درست میکنم. کوکتل میگو نمیدونم چیه ولی خب میگو رو دوست دارم. آقا مجید شما تو زمینه خانوم ها سر رشته دارید، 4 تا پیرن از ما بیشتر پاره کردید. فرق خانوم های ایرانی با دیگر خانوم ها در چیست واقعا؟ خانوم های ایرانی طلا میخوان، جواهر میخوان، بریلیان میخوان. مهریه همه چی دارم. همه چی هم داره بچه. شما توشید این آپارتمان حدوداً 600,000 پونده. یعنی نزدیک بعد بچه مال خودشه تا آخر عمرم مال خودشه، مال کس دیگه ای نیست. نمیدونم هم خوابش میبره یا نه. ببین تو باید این خونه رو میفروختی، مستاجر میشدی، توش پولاتو میذاشتی توی متکات، سرتو میذاشتی روش میخوابیدی. اینجوری فکر کنم خیالش راحت تر بود. نبود مال خودم تا آخرم. ولی ماشین من مثلا فکر کن که 2-3 هفته پیش نو گرفتم. همه چی هم دارم، خرجم. ولی زن ایرانی که میاد لوستر طلا میخواد، چشم هم چشمی میکنه، ولی دختر خارجی با یک دونه نوشابه کوکاکولا خوشحاله. تو این 9 سال 10 سالم که من مجرد بودم. بچه پس اینجا میفهمیم که زن ایرانی خیلی با ارزشه. زن ایرانی با کوکاکولا نمیاد. کوکاکولا 7-8 نفر اومدن. خدا شاهده. خدا شاهده. خدا شاهده. یا اونا همه خل بودن یا من خل بودم. یه روز فکر میکردم مجید خدا رو شکر همه دیوونه. آره دیگه. شاید خودت دیوونه ای. چی
شده؟ شما هم در جریان نیستی؟ کوکتل میگو یعنی شاید میگو یکم بعد اینو بزنیم جلو با نمیدونم شاید یه نوشیدنی باشه. کوکتل میگو نوشیدنی؟ عرق خارشتور. کوکتل میگو تا حالا نخوردم. 4 تخم. داریم هم میزنیم دوستان. آشغال درست کرد. چه درست گرفتی آقا مجید؟ یکم ریستر میکردی قربون دستت. والا کوکتل میگو امروز برعکس تمام روزا میگن 30 درجه است حرارت. یعنی در حقیقت توی خونه ما من فکر کنم 33-4 درجه باشه با این نور و فوران و اینا. اگر درست کنم بیات میشه. باید سر مهمونا رو یه جوری گرم کنم بعد بیام اینجا فرش درست کنم. تیز فرشش یه چیز دیگه تازه. یه جوری هم میگو رو میذارم اون بغل که اگه کسی دوست نداشت آقا مجید سوراخ شد. سالادشو بخوره. قلبی هم که هست دیگه. مال اینه که دیرتر درست میکنم. هوا خیلی گرمه امروز در ماه گذشته گرمترین روزه. حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه. میبینین که منم سکسی شدم. پیرن معنی سکسی رو پیرنه. حالا ببین که این اولویه رو هر کی خورده آنی مرده. ساری هر کی خورده خیلی خوشش. ببین چه آشغالی داره درست میکنه. دیگه مایونز نبود که مجیدنز بود. خوراک اصل کاریمون فیله بره با استخون کبابی. استخون کباب میکنن میدن دست مشتری دست مهمون. ببینید غذای اصلی جیگره. یعنی از لحاظ خوردن جیگره ولی خودش این راسته بره کوچولو دنده هاشو نگاه کنی. تفلکی رو آی فیلم بردار. دنده به هر حال تازه دنده رو بگیر. از گرونترین قسمت سوپرمارکت من اینو خریدم. ببین حواستون باشه. و طبیعی هم هست. حالا این انتخاب کردم به 2 علت. یکی این که یه ریز کار آسون باشه، یکم خوشمزه است، یه ریزم مثل برنجم که بذارم مثل چلو کباب. چلو کباب هم همه ایرونی ها میخورن. یعنی کسی نیست چلو کباب رو نخوره. کلا غذای خوشمزه فکر میکنم اکثریت دوست داشته باشن چنین غذایی رو. آفرین. منم قطعا دوست خواهم داشت. امیدوارم خوب پخته شده باشه. خوب ما امیدواریم. منم دوست خواهم داشت. من بچه تهرونم. تابلو. البته ما پدرمون ارتشی بود تمام ایران رو دور زدیم. اون موقع خیلی عالی بود. هر کی میخواست میرفت میخونه، هر کی هم میخواست میرفت مسجد، کسی به کسی کاری نداشتش اصلا. حالا اینجوری شده میگن آقا نماز بخونی فلان بخونی که من فکر میکنم اینا دین فروشیه و اکثرا تظاهره. چی میگی؟ چی میگه؟ فیله بره با استخون. دوست ندارم. خب توی بگی دوست ندارم. پیش غذا ماهی دارن میگو. تو غذای اصلیشون گوشت قرمز. گوشته. حال نکردین؟ یکم این دوتا خب با هم جور نیستن. جور نیست، راست میگی. ولی من فیله بره دوست دارم. آقا من این مارونیدو زدم. اینه وقتی بذارم تو فر یک بوی را میندازه. بعد یا خوب؟ اومدن میذارم خوب پس. این اوکیه. نمکش هم زدم، فلفلم نمیزنم. به خاطری که باید فلفل سفید بزنم دارم، ولی خود من به فلفل حساسیت دارم. میخورم خارش میاره. واقعیتش برای من غذا اونقدر که برام جمعی که هستم برام اینقدر مهمه. غذا شاید اونقدر برام اهمیت داره چون بالاخره طبیعتا میخوام نمره بدم بهشون 100%. ولی چقدر بهم خوش بگذره برام خیلی اهمیت داره. 60%. دوستان بخش خوشمزمون شل زرد با سالاد میوه آخه کی داده تا حالا آقا مجید؟ من اینو چی بگم الان واقعا؟ آقا شل زرد میخواد با سالاد میوه. چیه این؟ من شل زرد واقعیتش فکر میکنم در طول عمرم یکی دو بار بیشتر نخورده باشم. داریوش اقبالی هم شل زرد دوست نداره. یکی از
دسرهای مورد علاقه خیلی از ایرانی‌ها هستش، اما علتش رو نمیدونم. خیلی راحت نیستم با شعله زرد اینطوری بگم، اما میخورم. اما میخورم. زعفرون گرونه. میدونیم. بچه حواستون باشه گرونه. به هر حال این شوهرتون چیزای گرون هم میخره. این زعفرون رو گذاشتم تو میکسر، یه میکسر مخصوص دارم. آقا میکسر کار نمیکرد. گفتم الله اکبر، نگاه کن حالا باید برم یه میکسر بخرم، ولی به راهش انداختم. چجوری؟ به کارش انداختم. درست هلش دادی روشن شد. جانم شعله زرد چند سال نخوردم شعله زرد. به به. شعله زرد بدم میاد. میوه که میکس میوه های مختلفه. چی هستن مسخره بازی؟ شعله زردم که خوشمزه است. بعد چند سال خوشحالم. کجاش خوشمزه؟ خالی از لطف نیست. ببین چه شعله زردی شد. نشده هنوز که. اینو نگاه. مال امام حسن بود میدادن شعله زرد. فکر میکنم تولد بود چی بود، وفات امام حسن بود. ببین چه شعله زردی شد، خدا شاهده زرده. داریم میبینیم یه اسمر به نارنجی میزنه. بابا تو کی بودی؟ ها یادتون باشه. جان چی؟ شعله زرد دیدین بعضیا درست میکنن عین خمیره، میتونی گوله کنی بزنی سر یارو بشکنی. خب سیکرتش چیه؟ یک ریزه روغن. سیکرتش یه ریزه روغن بزنی تو دهن میلغزه. حالا من این روغن رو اضافه میکنم. نه آقا مجید کره میزنن. آقا مجید من اصلا نمیدونم چی میزنن. به نظرم همچین ترکیب خیلی مناسبی هماهنگی به نظرم نیستن شعله زرد. راست میگه. چیش به چیش نمیخوره. یا لااقل من شاید تست نکردم. اونو نگاه منم اما از نظر خودم فکر میکنم ترکیب مناسبی شعله زرد با سالاد میوه نباشه. نیست دیگه. راست میگی. اصلا به هم نمیخوره ترکیب شعله زرد و سالاد میوه. حالا نمیدونم چجوری میخوان سروش کنن، ولی خب به تنهایی هر کدومشون خوشمزه است. سالاد میوه خیلی سبکه، شعله زرد خب نسبت به سالاد میوه کمی خب طبیعتا سنگین تره، یه ذره به هم نمیخوره به نظرم، ولی خب دوست دارم. به تنهایی هر کدومشون رو دوست دارم. دوست داری؟ من اینایی که پوست میکنم خیلی نازک و اینا همیشه از بچگی هم اینجوری بودم. حالت سرپوشی و فلان و اینا نداشته. خب بده که عادت بدیه. خب ترکش کن. همچین چیز نیست. خب وای بچه ها این داره چی کار میکنه؟ تازه میگه من حالت صرفه جویی نیستم، پوست اینا رو میگیرم، بعد داره قارچ میکنه. یه 2 سیب میخواد بذاره، 2 پرتقال، 2 خیار. حالا نمیدونم داشت میگفت چیزای دیگه هم حالا نمیدونم میخواد اضافه کنه. فکر کن بعد میگه من صرفه جویی نمیدونم. خب این صرفه جویی نیست چیه؟ تو خود میوه رو میگرفتی با دیسش میذاشتی تو ظرف میوه میذاشتی اونجا که بهتر بود. چیه؟ کی اینو میخواد بخوره بیچاره اونو؟ چرا اونایی که میخواد اینو بخورن؟ چیزای خوشمزه دیگه هم دارم. هندونه دارم، خربوزه دارم. من فکر میکنم هندونه خربوزه یه ریز آب میندازه، دستنبو میندازه دیگه، اون آبش هم خوشمزه میشه. دوستان تریپ امشب شیک، شب صمیمی با گل و شم. شیک این که خودش به آدم من بودم شیک میخونم. شب صمیمی با شم و گل خیلی رومانتیکه. یعنی حتما خیلی مهربون و خونگرمن دیگه. من باید ببرم شم و گلو؟ نمیدونم، ما هم نگرفتیم. نمیدونم. خب شاید براشون گل بردم. ما که با آینه شمدون میایم. عرضم به حضور شما من فکر کردم من عاشق گلم، عاشق پرندم، عاشق شمم، عاشق نشستن شبم. عرضم به حضور شما که عاشق موسیقیم. فکر کردم بهترینش اینه. حالا اگرم بگیم مثلا لباس شیک، بالاخره هر کسی یه لباسی داره. من میرم لباس میخرم، 4 کمد پر لباس دارم. کمد ندارم، لباس زیاد دارم. اولا نمیپوشم، اونی که راحتم اونو میپوشم. بعد
2 ماه بعد که میام بپوشم میبینم یه ریز کوچیک شده. ای داده بیداد. ولی خب اون تم لباس شیک بالاخره خانوما آقایون یه لباس عید دارن میپوشن دیگه، ولی به طور کلی اون شمع و گل و اینا یکی یه دونه گل اولا بهشون هدیه میدم بزنم به سینه شون. به به گل سینه. بعد دور میز شامو پر گل کردم. خونه من، بیرون خونه من، داخل خونه منم همیشه گله. هجله درست کرده. خیلی عالی. هجله تم خوبی هم هستش. گرفتنمون. مشکلی برای آماده کردن این تم نداشته باشم. نداشته. خوبه، رو هم رفته. منو و تم خوبی هستش. آقا حله. دمت گرم علی جون. من فکر میکنم که این هم کار تمومه. این الان بهترین سالاد میوه شد که من درست کردم. امیدوارم این خانوما آقایون خوششون بیاد، حال کنن که یه میوه درست حسابی هم خورده باشن دیگه. فکر می‌کنم شب خوبی داشته باشیم به خاطر من یه نظری دارم در این رابطه. بچه اصلا من خوشم نمیاد میوه رو یارو پوست میکنه میذاره. اون آره برای خودت قشنگه یا واسه مزه کردن خوبه، ولی این که مثلا مهمون غریبه میاد تو میخوای برای اون دسر، این به نظر من میوه پوست کنده شده خورد شده دسر حساب نمیشه. نظر من این. البته منوشون که اینا نوشتن شب صمیمی با شمع و گل، یه محیط خیلی خوب و گرم و صمیمی. امیدوارم که همینطور باشه. خب کار ما تقریبا تمامه، یعنی خلاصه. یواش یواش میخوان بریم یه دوشی بگیریم و آماده شیم انشاءالله. یواش یواش شدم عاشق چشم. اگه شعله زرد نداشت قطعا میگفتم که منوی یه آقا هستش، اما چون شعله زرد داره یه مقدار نمیتونم به صراحت بگم. چرا؟ چون شعله زرد درست کردن اینو نگاه چرا بیشتر راحت تر باشه، آقایون یه مقدار شاید سختشون باشه. شعله زرد فکر میکنم منوی یه نتیجه گیریش این میشه که از نظر من منوی یه خانومه، اونم به خاطر اینکه شعله زرد داره. به به چه هوایی، چه ساختمونی. خونه آقا مجید دوستان. فکر میکنم یکی اومد، برم در باز کنم. الان لباس شیکا که گفتی اینه آقا مجید؟ لباسا رو بلک اند وایت زد آقا مجید. سلام. درود بر شما. سمیرا خانوم، آقا مجید. بفرمایید. بچه ها اینجا مجید تا با خودش گفت به به چه دافی، بعد تا سمیرا خانوم رو دید یهو شکم رفت جلو. بس بفرمایید. چیز شد دیگه، مثلا چی میگن شکست عشقی خورد. خوب هستین؟ بفرمایید. خواهش با کشف بیام. بفرمایید. اب نداره. خواهش خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. شب امتیاز دیگه بفرمایید، اشکال نداره. با کفش بیا رو کله من. معلومه شما نفر اول هستید. خوب هستین؟ زنده باشین. قربان شما. بله ایشون فیروزه خانوممونن که خیلی شیک زنگ زد. در چرا بازه؟ فیروزه رفتیم تو داره نبسته بودیم. سلام علیکم. بفرمایید. من اسمم مجیده. قربان شما. خوش آمدید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. شما نمیخواد بلند شی دیگه، بلند شدن نداره با این شکم. قربونت برم. بشین. فیروزه خانم خیلی خوش آمدین. به به چه شبی. شب مراد هستم. خیلی گرم برخورد کردم اولش. خب این خودش باعث شد که من قبلش خیلی نگران بودم که کی میتونه باشه هم گروهیام. این خب باعث شد که منم دلگرمتر شدم. زود قضاوت نکن. علی مونه. اسمش انتخاب نکردم.
پسر یا دختر؟ دختره. خب به سلامت. آقا مجید مشتری مهمون اومد. ممنون مرسی. در کلن بازه دیگه. حال شما چطور؟ میریم میای بین هوا. قربان شما با کفش میتونم بیام. شما خوب هستید؟ زنده باشید. قربونتون برم. سلامت. سلام علیکم. حال شما؟ علیرضا هستم. حال شما خوبه؟ فیروزه هستم. خوشبختم از آشناییتون. من بیشترین مشکلم این بود که همگرویام چه آدمایی هستن. خیلی برام مهم بود. الان چی شد؟ که اومدم میبینمشون خیلی همگرویای خوبی دارم. واقعا خوشحالم. خداش بفرمایید تو رو خدا. بفرمایید. خیلی دارن زود قضاوت میکنن. گفتم که ترجیح میدم که 4 تا آقا باشه. البته نه به این دلیل که با خانم‌ها مشکل دارم، به این دلیل که بتونم، چون من خیلی خودم آشپزی نمیدونم و نیستم، اینم یه واقعیت، ادعایی هم ندارم، فکر میکردم با آقایون راحت تر باشه کارم. خب پس لیوانا رو شما زحمت بکشید. خواهش میکنم. اینجا هستش. فکر میکنم که انشالله این لیوانا شسته شده مرتب چند بار، ولی در حال چند بار مهمه. چند بار یعنی منظور اینه که اینا بالای آشپزخونه بوده، مورد استفاده نبوده. حالا چرا باید بگی؟ ولی با بلیچ همه چی شسته شده. خداییش راستش نمیدونم بگم ریسک کردن و بدونی که مثلا بپرسن، خب شامپاین سرو کردن. به سلامتی، افتخار آشنایی. خب شما بسیار خوش آمدید. بارداری الکل نباید بخوری قربونت برم. مرسی. سمیرا مرسی. مگه اون حامله نیست؟ نمیبینی وضعیت سمیرا رو همینجوری زرد در باطل وا میکنی؟ بابا خب اون خانم الان الکل نباید بخوره، براش بده. نگاه. خب من چون شرایطم یه جوری بود که نمیخورم، مشروب نمیخورم، بعد ولی خب چه احترامی؟ یه کمی خوردم، ولی خب ترجیح میدم که نخورم. خب نباید بخوری. ترجیح میدی؟ اصلا نباید بخوری. نخوردن که نیست، نوشیدنه، چون نوشیدنیه نباید بنوشی. باز طرف بچه‌شو داره تو خطر میندازه، میگه به خاطر احترام مجبور شدم بخورم. وا کنید به سینه شما در نکنه. متشکرم. به مرسی. خاطر شب گل بودن بزنید به سینه‌تون. من مال خودم باز میکنم، الان میزنم به سینم که ببینید از من بهتر، از مال شما بهتر مال خودم. کار کنین اینو. من کارا رو آسون کردم. مرسی. کاغذ گرفتم. چه گلی. دستتون درد نکنه. ببینید جالب اینجا بود که خیلی به لباس من میخوردش، چون که بنفش بود، منم لباسم توش راهای صورتی داره. جالب بودش، خوشم اومدش از سلیقه‌شون. آفرین. البته اون نمیدونست چی میپوشی شما. مهمونا والا همشون باحالن. همشون بخند و باحالن. خیلی خوشم اومد. خیلی عالیه. خب خدا رو شکر. بهتر از این نمیشد. چرا؟ آقا علیرضا خان که از خودمونه، یعنی اینکه باهاش شوخی میکنیم اینا ناراحت نمیشه، و اون خانومام که همینجوری ماشاءالله میخندن، اونش خوبه. اون خانوما چی آخه؟ اون به اشیا میگه. دوستان پیش خوراک اون کوکتل میگو از حال دلویه. درست گرفتیم الویمون. بچه‌ها حس میکنم آشغال درست کرد. چی باید بخوریم؟ ولی من به نونتون نمره نمیدم. به نون نمره نمیدی خانم؟ گفتید نونش دو نمره داره. نمیدم. بچه‌ها یه چی بگم، از این سمیرای جوری نچسبی اومد مثلا شوخی کنه، خوشم نیومد. یه حالتی بود بدم اومد. مثلا من طرف پذیرایی میکنه، وسیله بهت میذاره، قاعدتا باید بگی ممنون یا مرسی فلان، تشکر کنی دیگه، به خاطر زحمتی که کشیده الانم گذاشته جلوت و اینا میگیری میگی مرسی. این طرف گذاشته میخواد تازه بیاد بشه، ولی من به فلان چیزتون نمره نمیدم. خب این یکم بد بود، یه حالتی بود خوشم نیومد. چجوری بگم، اصلا از شخصیت سمیرا تا الان خوشم نیومد. 2 نمره. چرا؟ نون دیگه هم داریم، ولی دستتون درد نکنه. شوخی میکنم، دستتون نه. ببخشین دیگه.
هیچ جا خونه خودتون نمیشه. خیلی به هر حال نوش جانتون. مرسی. حالا خیلی خوبیش ممنون. اینه که با آدمای خوبی آشنا شدین. این شانس ماست. حالا این نمک و فلفل هم برای 2 نمره اینجاست. حالا 2 شب دیگه بگذره بعد درباره خوبیا نظر بدیم. گرچه همه پیش خوبن. غذای امشب خوب بود. سالاد اولویه رو خیلی دوست داشتم خودم. هرچند که احساس کردم یک مقدار در واقع چربش کرده بودن، اما من خیلی دوست داشتم. این کارتون هم خیلی قشنگ بود. همه دوست داشتم. خیلی قشنگ بود. به اینو ویلکام 2 دفعه آره. فلاوری ماجید دینر. من و تو حالا من یه فکر کردم این 2 دفعه رفته تو کوره پخته شده، انقدر رفتیم قلمش رو بگیریم واسه سرامیک داستان زیاد. چی؟ همین آخر شب یه دونه از اینا کادو برای شما که ببرید خونه یاد بود نگه دارید. یه دونم مال خودمه، یه دونم برای من و تو تیوی. دستت درد 5 نکنه. تا دونه است. تغرلم مون. آره زنده باشی. از این بهتر نمیشه که نه، یه خیلی یاد بودیه. قشنگه. یه یاد بود دیگه هم دارم که هر موقع بیام خونتون باستون میارم. دست شما درد. آره اونم توی برنامه است. غذای امشب اولویه‌شون این سبک اولویه من نخورده بودم که مثلا سیب زمینی درشت و مرغ درشت توش باشه. نگفتم؟ میگم کم نمک بود، ولی خب همون میکس سیب زمینی و مرغ و سس و این چیزا بودش. کوکتل میگو هم سسش خوشمزه بود، میگوش هم خوشمزه بود، یعنی اصلا طعم بد میگو، زخم ماهی اینا اصلا نمیدادش. من میگو کلا غذای دریایی خیلی دوست دارم. میگو و ماهی تو هر چیزی باشه، تو هر غذایی باشه رو هم رفته خوب بود. حجم پیش غذاشون زیاد بود که البته بنده خودشون هم گفتن که من کلا دستم به کم نمیاد و غذا زیاد برای مهمونا میکشم یا درست میکنم. همیشه دوست داشتم، خوب بود، خیلی زحمت کشیده بودن. نوشه جان. عرضم به حضور شما که شما اول به ما بگو چرا تمتون رو زدین شیک بعد خودتون اینجوری راحت نشستین؟ خانم خب شیک از نظر آقا مجید اینه دیگه. الان شیکه. من راحتم بنده خدا رو. عرقگیر پیژامه شیکه. صاف و پوزکنده نشستم. من راحتم. به خاطر اینا میگم. مثل من شلوار جافی مکنم پام. او راحت‌تر داریمان به خدا اگه باشه. امشب که پوستمونو کند. خودشون یه آسین کوتاه تیشرت آسین کوتاه پوشیده بودن. خب خیلی اتحاف کرده بود در حق ما. چه وضعیه به ما میگه شیک. بعد خودش همچین چیزی پوشیده بود. گرمه آخه امروز 30 خورده درجه. راحتی بپوشیم ما که نمیدونستیم که تمو گذاشتین شیک آخه. خب شما هم درارید پیژامه‌هاتون رو بپوشید. آقا مجید 3 تا پیژامه 2 تا عرقگیر بیار. من که خب راحتم، بالاخره به خاطر شرایطم نمیتونستم دیگه واقعا یه چیز خیلی ضخیم‌تر بپوشم، ولی خب دوستام حسابی اذیت شدن. پوستشو میکنم حالا بیاد خونمون. بگو لباس اسکی خودتون تریپ هوایی بزنید. آشپزی میکنه آقا مجید؟ من 9 سال مجردم. از این 9 سال دیگه پخت و پزم تقریبا خوب شده. واقعیتشو بگم دوست نداشتم. اولویه‌شو دوست نداشتم. سالاد اولویه‌اش میتونست خیلی بهتر از این باشه. به نظر من خیلی چیزا توش نداشت. هویج نداشت، نخود فرنگی نداشت. بعد من بیشتر مرغ و سیب زمینی با سس خیلی زیاد. ولی خب زحمتشون رو کشیده بودن، دستشون درد نکنه. ولی خب من خوشم نیامد. ولی خب کاهوشو خیلی دوست داشتم چون من خیلی سالاد دوست دارم. کاهوشو دوست داشتم با وجودی که احساس می‌کنم کمی خام بود میگوش، ولی خوردم دوست داشتم. انگار کاهوشو زدن. چه موقع وقت زایمان بچه است دخترتون؟ بهم اکتبر وقت دادن ولی فکر میکنم تو سپتامبر. زودتر اکتبر؟ بله. خب قدمش مبارک. ممنون مرسی. منم بچه‌ام اکتبر به دنیا اومدن. اکتبر درسته یا اکتبر؟ ماشاءالله. بعد یه دونه پسر بزرگترم دارم. ماشاءالله. دوقلوام وقت تو اکتبر به دنیا اومدن. یه جفت دارن یه تک سایز. مرسی. آره ماه خوبیه. چند سالشونه؟ پسر اولم دیگه امسال نوامبر میشه 10 ساله. این تک سایز است.
دو قلوام هم اکتبر امسال میشن 7 ساله. اینم جفته بود. خیلی فعال بودی خانم. فعال چی؟ ماشاءالله. آره بسیار عالی. یکی آورده، یکی هم بعدش دو قلو آورده دیگه. شما چند تا بچه دارین؟ راست میگه. خودت چند تا بچه من داری؟ از خودتون بگین یکم برام. جالبه. من 2 دفعه ازدواج کردم و 4 تا بچه دارم. 2 تاش پسره، یعنی یه پسر دختر، یه پسر و دختر. به به. کپی پیست کردی. زنده باشن همین. زنده باشین. 4 تا بچه داره. بله من ازدواج کردم. منم یه تورایی دارم. چی دارین؟ تازه. ماشاءالله. به من به. خیلی خوشحال هستم از اینی که دارم پدر میشم و بی‌صبرانه منتظر اون روز هستم که این دختر کوچولوی ما به دنیا بیاد. علی ترس نداره علی؟ حولت نجسته الان؟ یه بار دیگه بریم برای سلامتی. بابا سمیرا تو هم منتظری آقا مجید بگه بری یا؟ به خدا هیچی. شما ننوش. آقا بریم به درنگی داشته باشیم برگردیم. شب شیر شوره، شب ماه و نوره. یار اخلاق قرار خودشو تیام گذاشتم هنوز نذاشته گیر کار. ما کرده میکنه راهش دوره حالا تو شب باشیم دیگه. معمولاً توی ظرفای کوچولو مثل لیوانای پخش، لیوان پخش؟ لیوانای پخش درست میکنن که خیلی کم باشه. من به اندازه 5-6 برابر اون درست کردم. مضاف بر این که الویه‌ام بود و زیاد درست کردم. ولی به طور کلی اون دوست عزیزم علیرضا خان الویه‌شو خورد، اونم سالادش هم نصفشو خورد، ولی خانوما الویه رو کامل نخوردن. علتش هم نمیدونم چیه، فقط فکر میکنم که چون گفتن که ما میخوایم غذای اصلی رو بخوریم. نه نمیره پایین، میخواستن بخورن نمیرفت پایین. بعد لیوان پخش یعنی هر لیوانی که هر تیکش یه جا باشه. دوستان خوراک اصل کاری فیله بره با استخون کبابی. استخون اون بابا بگفتی دنده کباب. وای دنده کباب حیدری کی زده آقا؟ هوا گرمه. خسته نباشید. خدایش مرسی. زحمت خیلی کشیدید. ممنون. شما درد نکنه. زنده باشی. زنده باش. شمع و گل و پروانه. این اوف چیکار کرده؟ کباب ایرونیا چی میگن اینو؟ دنده. کتلت دسته‌دار. به هر حال امیدوارم خوشتون اومده باشه. نه تو فر. ما زغالمون کجا بود تو آپارتمان؟ با سیر. آره. خوب شده بچه‌ها؟ همه سکوت. اصلی من گوشتشو زیاد دوست نداشتین. ای بابا. خیلی دلم می‌خواست نرم‌تر بود مال من. احساس کردم یه کمی خامه، چون من همیشه خودم هم خونه درست بکنم گوشت کاملا پخته اگه استیکم بخورم کاملا پخته میخورم. من یکم آبدار و خوندار اینا دوست دارم. خدارم خوش نمیاد. حالا نمیدونیم کدوم یکیش. این مدت هاست مصرف نکردم. این فلفله، اون این نمکه. مطمئنی؟ چون من ریختم. بله این فلفله. من مدت هاست اینو استفاده نکردم. آقا مجید به فلفل حساسیت داره. فلفل میزنه بدنش به خارش میفته. مواظب باشید تو رو خدا. آقا مجید خودت هم حواست باشه دیگه جلو دوربین نمیشه. من در ارتباط با غذای اصلی فکر میکنم جا داشت یک طعمی قاطی این باشه. نمیدونم، میگم اصلا هم قصدم ایراد گرفتم از کارشون نیست، چون میدونم خیلی زحمت کشیدن، دستشون هم در نکنه. آقا مجید ممنونم ازت، غذات هم خوشمزه بود. نوشه جان. بریم نظر فیروزه خانوم هم بپرسیم دیگه ببینیم چه خبر دیگه. فیروزه جونم چی شده؟ بره خیلی خوب پخته شده بودش، طعمش هم خوب بودش و همطورم که آقا مجید سر میزم خودشون گفتن پیش بینی کسی که مثلا دوست داشته باشه کباب با برنج بخوره برنج گذاشته بودن، کسی که بخواد مثلا با سبزیجات بخوره سیب زمینی گذاشته بودن. خودشون پیش بینیشو کرده بودن از قبل. خیلی عالی. آقا مجید اون پرسش رو بپرس. آقا مجید ایران میرین شما؟ آها. بچه میرید ایران؟ واقعاً بخوام بگم دوست ندارم برم زندگی کنم. یعنی دوست من چون اصلا اصل بیس زندگیمو اینجا تشکیل دادم تو انگلیس. بله.
ایران با همسرم ازدواج کرده بودیم ولی خب اینجا شروع کردم زندگی. من همه چی بچه دار شدنم اینجا بود دیگه. زندگی تو پایش اینجا بود. دقیقا همینطور رفتم که من شاید اگه ایران بودم همون بچه اولم برام خب کافی بود دیگه، ریسک نمی کردم برای داشتن بچه دوم چون واقعا خیلی سخته. نمیتونم ریسک بکنم برگردم ایران با مشکلات ایران کنار بیام. من فکر میکنم اینجا راه حداقلش اینه که بدون استرس دارم زندگی میکنم. امنیت یه کمی راحت تر اوله در هر جای دنیا. اول باید امن باشی. یه کمی راحت تره. الان زورگیری و نمیدونم از این چیزا تو ایران خب جدا از همه اینا مشکلات مالی که هست من دارم به اینش فکر میکنم واقعیتش. حالا مشکلات مالی من ایران نمیرم ولی اگه بخوام برم خیلی غمگین خواهم بود. چرا؟ چون ممکنه شما مشکل مالی نداشته باشید ولی نگاه میکنید به کسای دیگه که مشکل مالی دارن، شاید از عهده‌تون هم بر نیاد که به طور دائم به اینا کمک کنید. به چند نفر میشه کمک کرد؟ میگم دیگه ناراحت میشید. از اینکه نمیخوام یعنی برگردم ایران زندگی کنم فقط بیشتر به خاطر سختی و مشکلاتی که هست. نمیتونم به نظر خودم نمیتونم اون ریسک رو داشته باشم که برگردم با مشکلات مالی. شاید نتونم دووم بیارم چون یکی از دوستام هست بودن کسایی که رفتن ایران مدتی مثلا کشور دیگه زندگی کردن، 2 سال رفته ایران زندگی کرد، دوره برگشته اومده. یعنی طاقت نیاورده با شرایط ایران، نتونسته سازگاری پیدا کنه، دوره برگشته اومده خارج از ایران زندگی کرده. ایران به هیچ وجه جای زندگی نیست. امنیت نیست. اتفاقا بچه یه چی بگم، ایران به نظر من کسی که اینجا داره زندگی میکنه، کسی که بتونه پول در بیاره، ببین چه تو ایران باشه چه هر جای دنیا باشه، در من بستگی به هنرت داره کجا به چه دردی میخوره. این درسته حالا اونور بیشتر مثلا اهمیت میدن به خیلی چیزا ولی خب دیگه چیکار میشه کرد؟ امنیت شغلی نیست، امنیت سرمایه گذاری نیست، امنیت بهداشت نیست، امنیت مدرسه نیست. امنیت خیلی مهمه. الان امشب ما از صبح اینجا مشغولیم، کسی مزاحم ما شد؟ کسی اومد در ما رو بزنه؟ چیکار داریم میکنیم؟ تا اونجایی که از حد خود چه میدونم به رژیم اینجا یا چه میدونم کارهای سیاسی یا کاری نداره، اینجا امنه، مزاحمت ایجاد نکنه. این محله ما یه دهات در داخل شهر، خیلی هم این خونه ها گرونه ولی شما ساعت 4 صبح 5 صبح برو بیرون راه برو، امنه. امنیت خیلی مهمه از هر لحاظ. ایران هم طرح جمع‌آوری ارزالوباشو گذاشت که امن شه دیگه، دارن کار میکنن که به هر حال ایران هم درست بشه دیگه. میشه. من چون راستش دانششو ندارم به خاطر این سعی میکنم اون جاهایی که خیلی راجبش نمیدونم یا علاقه ای ندارم مثلا راجبش چیزی بدونم، راجبش حرفی هم نزنم. شما ایران زیاد میری و میای؟ این که شما ایران زیاد میری میای اظهار نظر بکنم. بسیار عالی. این هم به نوبه خودش نظریه. او آقا دنده ها حروم شد که سیب زمینی رو هم حروم کردن. غذای اصلی من والا نگاه میکنم تقریبا میشه گفت که به اندازه یک معمول خورده شده، ولی من به طور کلی غذام همیشه زیاد میکشم، همیشه زیاد میپزم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. به عقیده من لذت بردم، خوب بود، گوشتش هم نرم بود، خیلی خوب بود و اوکی. از نمره دادن ها روشن میشه آب و دیگه به سلامتی ما نمیخورن که آقا مجید. نوش جان نوش جان. ای بابا بریم ببینیم دیگه چه خبر. من از اینی که ایشون شب اول بودن واقعا کار خیلی سختیه. من هم دعا میکردم که شب اول نباشه چون واقعا کار مشکلیه. اما تا اینجای کار اون چیزی رو که من دیدم، البته دور از ذهن و انتظارم نباید باشه، به هر حال ایشون سنی ازشون گذشته، تجربهشون زیاده، قطعا مهمونی‌های زیادی رفتن و پذیرایی‌های زیادی هم خودشون داشتن.
اما تا اینجای کار من ممنونم ازش. تا اینجا شب خوبی رو داشتیم تا حالا. امیدوارم جور ادامه پیدا کنه. دوستان میریم سراغ بخش خوشمزه‌مون، شل زرد با سالاد میوه. اوه اوه اوه. خب میوه ها که خوشگل میزنه، خوشمزه تمیز، شل زرده هم که به هر روی دیگه. بریم ببینیم دوستان چی میگن. این شل زرد نیت خورده روش. نیت خورده. نیت 1000 پوند؟ نه نیت 1000 نخورده، جیبت نیت میلیونی عجیب خورده. گفتیم خدا قسمت کنه که یه زن خوبم گیر ما بیاد. خدا گیرت اومده، پیدا کردم واسه خبر نداری. هی هم زدیم. خب سفت پیشو گرفته. سفت. من قاشق نذاشته بودی، شمع جلوم خاموشه. بعد همه رو دارم منفیه. خودم دارم از خودم پذیرایی میکنم. این همه رو نمره کم میکنم ازت. یعنی شیرینیش هم کمه؟ خاطر جلو میگی که من نگم. مخصوصا شیرینی هم زدم. منظور شکره. دسرشون شال زردشون همونجور که سر میزم گفتم شکرش خیلی کم بودش. خیلی شیرینیش کمه. خیلی جلو خودت دارم میگم. شما فکر سن و سال خودتون رو کردین. باز یه چیزی خاله گفت شما تکرار کردی. شل زرد من دوست دارم ولی شل زردی نبود که دوستش داشته باشم. زعفرانش خیلی خوب بود توش، طعمش خوب بود ولی واقعا اصلا شیرین نبودش. مزه برنج میدادی. کم شیرین خوبه بخوریم ولی من دوست داشتم کم شیرینشو. از این شیرینی بیشتر باز باید بری توی اون اتاق 2 کیلو دیگه کم کنی ها. یادت باشه. نه خدای شیرینیش کمه. خیلی کمه. آره. کمه دیگه آقا مجید دیگه. این پرده ما این رومزیمون نمیخوره. خب کمه دیگه چرا مسخره میکنی؟ ایشون خیلی زحمت کشیده بود تا اون جایی که حالا احساس کردم بیادبی نشه سعی کردم بخورم. دسر میوه‌شونم در واقع میکس میوه‌شونم مخلوط میوه‌شونم که میوه بود بد نبود. دستشون در نکنه زحمت کشیدن. مرسی. خیلی مؤدب. دست شما در نکنه. زنده باشه. همه چی عالیه. چرا الکی میگی؟ یک نفر نه این زحمتی که میکشن به هر حال یک نفر به عنوان بهترین چیزم فکر کنم همین علیرضا باشه. این پسر واقعا مؤدبه. ببین واقعا خیلی پسر خوبیه. آقاست. من رأی یه نفر از روز اولم فهمیدم. از روز اولم گفتم آقا علیرضا مخلصه. خب همونه دیگه. الان دیگه ته شب که رسیده. نه دیگه الان فهمیدیم همدیگه رو فهمیدیم. من حامی و پشتیبان همه آره؟ هستم. شما نگران نباشید. از من خیالتون راحت. تشکر میکنم. از سمت شما خیالم راحته. خب دوستان به تفاهمی رسیدن گویا. تمام تلاش خودشونو دارن میکنن به ما خوش بگذره. اما از اونجایی که باید یک نمره بابت در واقع غذا و اون چیزایی رو که سرو کردن باید بهشون بدم. من نمره 7 رو میدم به آقا مجید. خوبه والا. امیدوارم خیلی خوب داد. بوم. و این نمره فقط در واقع خیلی سلیقه‌ای هستش. اگه امیدوارم ناراحت نشن و راضی باشن از نمره‌ای که دادن. خیلی خوب داد. منصفانه باشه. شب اولم هستش من هنوز دستپخت دیگران ندیدم. شاید میتونست تاثیرگذار باشه. به هر حال ممنونم آقا مجید. امیدوارم راضی باشی. نه نمره خوبی دادی دست درد نکنه. ولی شما نگفتین چند سالتونه. میگه بیکارم. نه آخه معمولا خانم قایم میکنن سن سالشونو. من هم ژن زنونه دارم خانم. برنمونم. آقایون سن من 33 سالم. گفتی من 33 سالم. شما یه چیزی بگو. 33 سالشه یکم شکسته شده. ما پیرو همدیگه داشتیم قرار شد 2-3 سال از ما بزرگترید. 40 سال 39 سال. ولی صداش نبودین دیگه. دیگه 33 سال دیگه خیلی. آقا شما میوه تو بخور. خراب کردی. سن آقا مجید ایشون که میگفتش که از من کوچیک‌تره. اما خب من فکر میکنم سن من رو باید ضرب در 2 کنیم میشه سن آقا مجید.
آقا مجید که ما پدرشو در آوردیم تو بهمون بگی چند سالشه، حسابی ما رو پیچون. هر کاری کردیم من و سمی رو که سن واقعیشو متوجه بشیم نشد. آخرام بهمون نگفت چند سالشه، ولی فکر کنم 65 رو داره. چون بهش گفتم موهاتم رنگ کردی، حتما 65 رو داری. خانم نیت کن. من نیت کردم. والله 75 داره. خدایا بیا. این مال شماست خانم. اجازه میدیم بخونم؟ دیگه باز کردی تو جمع بخون دیگه. دوست گرامی، ظاهرا شما فرصت‌های بیشماری را در گذشته از دست داده ای، ولی باید به این موضوع توجه داشته باشی که در زندگی همواره فرصت‌های فراوانی به دست می آید. پس دقت کن، با دقت در راه هدف خود حرکت کن، تو موفق خواهی بود. نشسته واسه مهمونا فال حافظ گرفته. برو بعدی. امشب از 1 تا 10 به آقا مجید میخوام نمره بدم. تو هم؟ فکر میکنم نمره خوبیه. خیلی خوب. بی‌انصافی هم فکر نمی‌کنم کرده باشم، چون شب خوبی رو برامون درست کردن، دستشون هم درد نکنه، خیلی هم خسته شده بودن. من امتیازها رو تقسیم بندی نکرده بودم که برای دسر یا برای دیزاینش یا برای مین کورس، واسه این کار انجام نداده بودم. دوست داشتم شبی که کلا برام میگذره چه جور شبی باشه و فکر میکنم در کل 7 خیلی خوبه براشون. 7 مقدس. بله عالیه. فیروزه خانم برو بریم. دوست گرامی، احساساتی بودن و در پی زیبایی رفتن بسیار صفت پسندیده‌ای است. اما این امر موجب می شود تا در زندگی دچار مشکلاتی شوی. سعی کن کمی منطقی باشی. بله. از واقعیت‌های موجود نمیتوان فرار کرد. بله. کمی واقع بین باش. منم همین به شما گفتم. و به زندگی اطرافیان خود نیز ارزش قائل شو. چشم. احساساتی بودن شما موجب شده تا دیگران به راحتی در شما نفوذ کنند. ای وای خاک به سرم. این امر در نهایت مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت. به خداوند توکل کن. یاد او آرامش بخش تمامی دل هاست. او خالق تمامی زیبایی هاست. به امید موفقیت. به خدا فال جفتیتون خیلی عالی بود. یک هم به افتخار ایشون بزنید. آفرین. من امشب به آقا مجید از 1 تا 10 عدد 8 رو میدم. 2 امتیاز کم کردم به خاطر یکی نمک سالادولویه، یکم شکر شله زرد که خیلی بالا دادن نمره، و یکم به خاطر اینکه هنوز هیچ مقایسه‌ای ندارم با شبای دیگه، به خاطر همین فکر میکنم که 8 مناسب باشه براشون. شماره آقا کریمی رو دادی بهش. به نظر میرسد جشن بزرگ و بسیار گرامی در پیش دارید. یادتان باشد که فرصت عمر کوتاه و غیر قابل تکرار است. پس از زندگی خود استفاده لازم را ببرید. گفتم یکم ویسکی بخور، حال کن. استفاده لازم را ببرید و در راه کسب علم و دانش کوشش کنید. امشب از نظر من شب خیلی خوبی بود، با وجودی که شب اول بود و خیلی سخت بود برای اون کسی که میخواد میزبانی کنه، اما از اونجایی که آقا مجید آدم با تجربه سن و سالی هم ازشون گذشته، خیلی خوب تونستن به نظر من مدیریت یک مهمونی به هر حال جمع 4 نفره رو بکنن. خیلی هم زحمت کشیدن. به عنوان شب اول امشب خیلی شب خوبی بودش، خیلی همه با هم زود گرم و صمیمی شدیم. راضی بودم از امشب، شب خوبی بود. خداش شانس برنده شدن خودم رو فکر میکنم اینجوری 80% این برنامه میدونم که برنده بشم. 80-70%. حالا اگه شدم که شدم، نشدم هم که نشدم. خوش گذروندیم، خوب بود. بله. با من و تو آشنا شدیم، با دوستای آشنا شدیم، با این 3 نفر آشنا شدیم. خانواده خوبی هستن. یعنی برای من ارزشمند بود.
برای من چیز امتیاز دوستان 2 7 14 تا 8 تا 22 امتیاز سهم آقا مجید در شب نخست شد. تا فردا شب در شب دوم این گروه همه با هم بریم خونه شرکت کننده. یکی نمیگم کیه. این دوغ خانم مزه خاصی میده. من فکر میکنم یه ماستیه که مونده ترش شده، یه ریزم کپک زده. بله وای همه اونو میده برای من. خب هم از بفرمایید شام ریاکت بفرمایید شام. قسمت بعدیش هم به زودی براتون میذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی خدافظ. مواظب خودتونم باشید بچه. لایک، ساب، زنگوله یادتون نره بچه. کامنت هم حتما برام بذارید. خدافظ.